11 تا پشمان جمشیدی در برابر 11 تا دختر 20 ساله. امروز توی تیم 11 تا پشمان جمشیدی و توی تیم مقابل 11 تا دختر 20 ساله گذاشتیم و این دوتا رو به نبرد میبریم و ببینیم کدومشون پیروز این بازی میشه. آقای پژمان جمشیدی توی این بازی خیلی حرفا برای گفتن داره. یعنی ما فقط میخوایم ببینیم که میخواد چیکار کنه دیگه. میریم برای گل اول. وای نزدیک بود گل اولو بزنه پژمان جمشیدی. اینجا توپو میگیره از یه دختر 20 ساله. حالا پژمان جمشیدی چه سوتی دادن گل اولو پژمان جمشیدی میزنه. یه سوتی اونجا میدن. حالا رد میشه پژمان جمشیدی، یه پاس عادی و توی دروازه. به همین راحتی گل دومم میزنی. جمشیدی اونجا توپ میزنه. شماره 27 تیم میرن اونجا تو موقع از آفساید. بیا بیرون یزید. اوقات سوخت چه رابونایی انداخت. حالا پژمان جمشیدی با پای چپ به سختی در آورد توپو. پژمان یه ضربه سار چه هدی. بریم برای گلای بعدی. میبینه اونجا مهاجم خودشونو از همونجا. وای فکر کردم کنجو پاره کرد بابا. یه هد میزنه اونجا پژمان جمشیدی. یه پاس. حالا پژمان جمشیدی یه پاس کوتاه دیگه. چقدر خونسرد تو محوطه. فکر کنم رفت بیرون و گل بعدی نه همین راحتی به ثمر میرسه. پژمان جمشیدی ادو میزنه. یه ضربه. وای تیر دروازه. گولر اصلا کاری نکرد. چه پاس عمقی. یه سر توپ. یه بغل پای نرم. نزدیک بود گل بشه. یه ضربه شوت. وای یه بغل پای دیگه از پژمان جمشیدی. چه ضربه ای. یه ضربه میره برای گل. میرن برای گل. چرا تکلی زد اونجا خطا نشد. یه پاس کوتاه. یه ضربه. وای چی در آورد. ادو میزنه. سوتی بده تو رو قرآن مرسی. یه بغل پای نرم و تمام. دقیقه 75 بر هیچ. جاجی بازی مالکانه دارن میکنن دیگه. یعنی تو باخت نمیه فقط پاسکاری میکنن. وای تو گلش کن مرسی. 74. جمشیدی فرار کرده. یه بغل پای نرمه دیگه. گل هفتم اگه اشتباه نکنم. آره گل هفتم. از هر موقعیتمون باید یه استفاده ببریم تا گل شه. یعنی هر موقعیتمون باید گل شه تا بتونیم. بزن ضربتو. مرسی. شاید بشه گل زد. بزن دیگه. وای بزن. وای خطا شده. پنالتیه. آره بدیم گله رو. حاجی اینجا فکر کنم اصلا چیپ بزنم نتونه بگیره انقدر قدش کوتاهه. چیپ زدم گوشه. توی دروازه گل 9. پژمان جمشیدی از دروازه‌بان تا مهاجم این تیمو پاره کردن. 9 بر هیچ فکر کنم دیگه. باید سوت پایانو بزنه. این هم سوت پایان بازی. برتری 9 بر 0 تیم پژمان جمشیدی در برابر تیم دخترا. گفته بودم یه حرفایی داره. حرفاشون هم زدن و اینکه در آخرم بهتون بگم که خب یه کشور این هنرمند رو میشناسه و هر صحبتی پشت سرش بگن مردم باور نمیکنن دیگه. اینم بهتون میگم که اگه عاشق چارچوب اسپیسیال فوتبال هستید الان به بقیه چنل بزنید. مطمئنم خوشتون میاد. تا ویدیوی بعدی فعلا.